جناب نجف زاده، چند سال قبل که ما خدمت شما رسیدیم تو منطقه سرایان، مشکل باغ شما برگریزی شدید و مشکل حاشیه خشکی نماتود بود. الان وضعیت باغ بعد چند سال چجور می‌بینید؟ این باغ که اول شما تشریف آورده بودین، اول این آب وسط جویا بود. یعنی ما شما آمدین دستورش دادین، گفتین این پشت ها خاکا رو بردارین و درخت‌ها رو از آب دور کنین. ما به دستور شما آمدیم با بیل این خاکا رو برداشتیم، با کمپرسی اینا رو برداشتیم، تمام کلا پشت ها رو برگردون کردیم و جویاها رو هم آوردیم با فاصله تقریبا 1 متر تا 1.5 متر الان کنار. و الحمدلله به لطف خدا و همکاری که شما داشتین، الان درختها هم بار بهتری الحمدلله داره، هم سرسبزتره و اون خشکی که ما داریم تمام. الان توی باغ شما برین